سلام دوستان عزیز، به برنامه ستاره تیوی خوش آمدین. امیدوار هستم به هر کجای دنیا که هستین به صحت و سلامت باشین. لبهایتان بخنده و قلبهایتان را شاد می خواهم. با همین امیدواری ما فوزیه آریان امروز ما می خواهم که یک سروده از شاعر توانا، ادیب سخنسرا محترم یوسف کوزات را برایتان دکلمن نمایم. امیدوار هستم که طرف توجه شما قرار گیرد. دوستان عزیز، اکثرا ما و شما وقتی به تفکر میریم فکر میکنیم درباره یک حادثه، یک گپ مهمی که در زندگی ما رخ داده باشه. بعضا میخوایم که با خود تنها باشیم، فکر کنیم. احساس ما آنقدر عمیق در غم می باشه که اصلا نمیتونیم که حدس بزنیم که ما در کجا هستیم. البته در این حالت وقتی آدم یک شعر خوبش میشنوه و یا ای که یک آهنگ بسیار خوبش میشنوه و با تلاوت قرآن شریف گوش میته، هر کس به مو احساس خود یک راه داره که به تفکر داره که به چی راه میتونه که آرامش پیدا کنه. همینجاست که وقتی که یک شعر خوب شنیده شد و یک تلاوت قرآن شریف شد یا ایست که یک آهنگ زیبا شنیده شد، پس میتونه آدم که احساس درونی خدا آرامش ببخشه. با دیدن طبیعت زیبا، با دیدن گل زیبا، هر چیزی که باشه احساس آدم آرامش پیدا میکنه. و ما دمی لحظه خواستم که به شما ایمی سروده از محترم یوسف کوزات دکلمه کنم که تا بتانه که هم یک معنای داشته باشه برای شما که واقعا این شعر معنای خوب داره. اگر ما بتانیم که متحد شویم، با هم متحد شویم و بیگانه را به چشم بیگانه ببینیم و خود ما امی هر ملیت که هستیم دست به دست هم بتیم و افغانستان آرام کنیم، چرا که هیچ کس در قصه ما نیست. هیچ مردم دیگه که از هر مملکت باشه به قصه ما نیست، فقط به فکر مفاد شخصی خود هستند. و پس ما هستیم که میتونیم افغانستان آباد کنیم. پس ما هستیم که افغانستان خدا زیبا جور کنیم. امی دین اسلام که امروز هر کس از او با سوی استفاده های بهره میبره، سوی استفاده میکنن و همچنان دین اسلام بعضی اشخاص نامش بد کردن. ما بتانیم اینمی ما و شما هستیم که اسلام در نظر مردم معرفی کنیم به شکل خوبش. اگر ما فساد اداری را دور کنیم، کشتن و ربودن مردم که این مردم دوزی میکنن و پول از پیششان میخوان و کشتار است، قتل و کشتار و فساد و خیانت از مملکت خود دور کنیم، پس افغانستان ما زیباست، دین اسلام ما بهترین است و ما میتونیم که به جهان بگوییم که زنده باد افغانستان ما، زنده باد دین اسلام ما. تشکر از توجه شما عزیزان. خداحافظ شما. باز در آینده در خدمت شما هستیم که با اشعار خوب و ناب میتونیم که در خدمت شما باشیم و شما هم از این اشعار و برنامه‌های تلویزیون ما بهره مند شوین. تشکر. عنوان شعر است زخم ناسور. چی زیبا بود که دلهای همه پاک از ریا می بود، حریم خانه دل روشن ز عشق خدا می بود. دعای خاکساران آبروی اغنیا می شد، دعای خاکساران آبروی اغنیا می شد. اگر یک دکنان خشک در دست گدا می بود. اگر از گلشن وحدت گل امید می چیدیم، اگر از گلشن وحدت گل امید می چیدیم، چرا این ساز یک رنگی به کشور بی صدا می بود؟ چرا این ساز یک رنگی به کشور بی صدا می بود؟ زمین خانه خود به خون خویش تر کردیم، زمین خانه خود به خون خویش تر کردیم. چی کم می شد اگر در چشم ما یک لم حیا می بود؟ تماشاگاه عالم گشته ایم از بی ثباتی ها، تماشاگاه عالم گشته ایم از بی ثباتی ها.
چی زیبا بود اگر لطف جهان بی مدامی بود. چی زیبا بود اگر لطف جهان بی مدامی بود. اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم، یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود. یقین دارم کلید خانه ما دست ما می بود. اگر دزدانه با نیرنگ افسونم نمی کردند، اگر دزدانه با نیرنگ افسونم نمی کردند، چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود؟ چرا این خاک بی صاحب همیشه زیر پا می بود؟ اگر یک دل به حال بی پرستار وطن می سوخت، چرا یک زخم ناسور به قلب آسیا می بود؟ چرا یک زخم ناسور به قلب آسیا می بود؟ با آتشخانه افغان دیگر بازی نمی کردند، اگر یک صفحه تاریخ من پیش تو وامی بود. بگو از من به آن ویرانه سازان وطن کهزاد، بگو از من به آن ویرانه سازان وطن کهزاد، چی می شد یک دل آباد سوغات شما می بود؟ چی می شد یک دل آباد سوغات شما می بود؟ دوستان عزیز، تشکر از توجه شما.